آیا دعا به زبان تاجیکی نیز مستجاب می شود؟ یعنی دعا کردن ممکن است به زبان تاجیکی یا اینکه غیر عربی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، دعا آسانترین عبادت ها هست. الله سبحانه و تعالی با تمام زبان ها دعاها را می شنود و تمام زبان ها را می فهمد. الان در دنیا 7000 زبان است. همه آن را الله تعالی می فهمد و الله سبحانه و تعالی می شنود و می فهمد. بنابراین به زبان تاجیکی نیز دعا کردن اجازت است. اما در مسئله نماز بعضی عالم ها بله گفتند خوب است که با زبان عربی می شود، لیکن جای های آمده است که مثلا سجده، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فاکثروا فیها الدعاء، در سجده شما بسیار دعا کنید، فانه قمین ان یستجاب لکم، قریب است که دعای شما در سجده قبول شود. بعضی علما میگن که اینجا سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم عام است، تمام زبان ها رو در بر میرد، نگفتن که با زبان عربی مخصوص. علل خصوص در نمازهای نافله، نماز تهجد مثلا، نماز ویتر، نمازهای سنت، میتواند حتی در داخل نماز هم به زبان تاجیکی دعا کند، در سجده مثلا. یعنی چگونه وقتی که به سجده میروند سبحان ربی الاعلی میگویند و بعد از گفتن این دعا میکنند یا اینکه چگونه میشود؟ 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید، بعد از الله تعالی هر چی خواست میپرسند. یعنی که دوام دادن در سجود ممکن است، اجازه است. اگر مثلا امکانیت باشد، مثلا نماز فرض باشد و امام کوتاه میخوانده باشد، دیگر ممکن یک جمله دعا کند. اگر نماز تنها گذار باشد میتواند ساعت ها دعا کند. بسیار حالتی که قبول شدنش نزدیکتر است.